سلام و وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور بعد از 700 سال انتظار رسما بند کمال خان را افتتاح کرد. نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب میگوید بند کمال خان ظرفیت تولید 9 میگاوات برق را دارد و افزوده است این بند 174,000 هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد و 52 میلیون متر مکعب آب را ذخیره کرده میتواند. با ساخت این بند هزاران تن صاحب کار خواهند شد و هزینه ساخت بند کمال خان 110 میلیون دلار بوده که از بودجه انکشافی دولت افغانستان پرداخته شده است. اداره ملی تنظیم آب میگوید آب افغانستان تحت رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی مدیریت می شود و به همسایه ها در بدل تیل داده خواهد شد. خان محمد تکل رئیس این اداره در مراسم افتتاح بند کمال خان گفت اکنون در ولایت مختلف کار ساخت 12 بند کجکی، کمال خان، شاه و عروس، پاشدان، بخشاباد، پلتونی، مچلقو، دهنه دره، خاناباد، توری، شفلوخ و سراب جریان دارد و افزوده است کار ساخت بند شاه و عروس و شورآبک نیز به زودی تمام خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید 1800 مکتب در سال آینده در تمام کشور ساخته خواهد شد. وی در مراسم آغاز سال جدید تعلیمی گفت من مکتب میخواهم و از صلح حمایت میکنم که تمام افغانها صاحب آزادی باشند. وزارت معارف گفته است امسال 1 میلیون طفل در مکاتب شامل خواهند شد. بر اساس معلومات این وزارت نزدیک به 10 میلیون دختر و پسر در تمام کشور به مکاتب میروند. 2 چکدیم آب در ولایت خوست ساخته و امروز به بهره برداری سپرده شد. مقامات میگویند بالای ساخت این چکدیم ها 25 میلیون افغانی مصرف آمده است. این چکدیم ها از سوی اداره ملی تنظیم آب کشور ساخته شده است که 115,000 متر مکعب آب را ذخیره می کند، 500 هکتار زمین را آبیاری و 4500 تن از آن مستفید خواهند شد. یک فابریکه پروسس برنج در کندوز به فعالیت آغاز کرد. این کارخانه با هزینه 2.5 میلیون دلار آمریکایی و با ظرفیت پروسس 300 تن برنج در یک شبانه روز ساخته شده است. سعید احمد کارمند فابریکه روغن انصاف کندوز میگوید که این کارخانه در ساحه سیدرک مرکز این ولایت با سرمایه‌گذاری 2.5 میلیون دلار آمریکایی ساخته شده است. تفاهم‌نامه صادرات و پروسس کشمش سبز به ارزش 24 میلیون افغانی امضا شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید این تفاهم‌نامه میان سلسله زنجیره باغداری این وزارت و شرکت زراعتی انار به امضا رسید. 5 بس شهری در شهر کابل به شکل امتحانی به فعالیت آغاز کرد. شاروالی کابل میگوید در سلسله دوم 200 بس شهری در 16 مسیر فعالیت آغاز خواهند کرد. بر اساس معلومات شاروالی این بس ها تمام مسئولیت ترانسپورتی شهر را بر دوش خواهند گرفت. این بس ها مربوط شرکت اینترنشنال آمریکایی می باشد و دارای ماشین های قوی هستند. سلسله مسابقات کرکت 20 اوره سنشاین ابوظبی به نفع تیم ملی کرکت افغانستان پایان یافت. افغانستان در 3 مسابقه 20 اوره تیم کرکت زیمبابوه را شکست داد. در این مسابقات کریم جنت، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، عثمان غنی، راشد خان و نوین الحق بازیکنان جوان افغان خوب درخشیدند. این اولین بار است که تیم کرکت افغانستان در مسابقات 20 اوره سلسله بازی‌ها را از آن خود می‌کنند. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.